اگه نمیتونی باشگاه بدنسازی بری، یه کش مینی لوپ بخر، یه سری حرکات مشابهش رو تو خونه انجام بده و پاهاتو قوی کن. خب حرکت اول اسکاته. اسکاتو هم با هالتر میشه زد، هم با دمبل میشه زد، هم با کش مینی لوپ. میندازیم بالاتر از زانومون. خب پا به اندازه عرض شونه، پنجه پا بیرون، سر رو به رو، زانومون نمیارم جلو، انگار که دارم روی صندلی میشینم. وقتی میام بالا بازدم، دم، بازدم. حرکت دوممون فوروارد لانگزه. ایستادم، پا به اندازه عرض شونه، بدن رو به رو، یه پا رو میارم جلو، پای عقبم روی پنجه است، زانوم به سمت زمینه، سر رو به رو، آروم برمیگردم سر جام. وقتی میرم جلو دم، بازدم. تو حرکت سوم میخوایم عضله پشت ران رو درگیر کنیم. کش رو میذارم زمین، با پام نگرش میدارم، کش رو میندازم دور مچ پام، بدن صاف ایستاده. میخوام پاشنه پا رو نزدیک باسن کنیم، اینجوری. پایین دم، بالا بازدم. برای تعادل بهتر میتونیم یه صندلی بذاریم و نگرش داریم بریم. حرکت چهارممون مخصوص عضلات خارج ران هست. کش مینی لوپ رو میذارم بالاتر از زانو، بدن صاف، سر رو به رو. وقتی میخوام پا رو به سمت خارج ببرم، باز کنم، 2 نکته داره. 1، نگاه کن پنجه پا نباید بره تو زاویه. 2، لگن نباید چرخش داشته باشه. پس چجوری میرم؟ بدن صاف، حرکت آخرمون مخصوص عضله دوقلوه. کش رو میندازم اینجا، بدن صاف، کش رو نگه داشتم با دستم، به آرومی پنجه پامو به سمت زمین میبرم. اگه به هر دلیلی نمیتونی بری باشگاه، نگران نباش. با کمترین تجهیزات میتونی تو خونه ورزش کنی. حتما امتحان کن و نتیجهشو ببین.